ما میخوایم نخ انجام بدیم از نخ‌های مخصوص ابرو کار میکنیم. چرا نخ مخصوص ابرو کار گذاشته میشه؟ بابت اینکه سرش خلال باشه و احتمال خارجی در زیر بافت پوست نده. برای اینکه بخواید اینو کاش کنید در ناحیه زیر ارک ابرو یا بعضیا اگر سرگاهمون به سمت پایین کار انجام میدن، نیاز به یک وسیله برای باز کردن اون ناحیه داریم که اسمش چیه؟ پانچه. سر اینها، این کنولاهای نخ هلاله، نمیتونه بافت پوست رو باز کنه که به داخل بره. به خاطر همین این روش سیف و امر بالا کشیدن بعد از پانچر استفاده کنید. پانچرها یک هولی روی این قسمت دارن که کاملا قابل مشاهده است. این هول یا سوراخی که روی این کنولا روی پانچر شما میبینید به همین مقدار به زیر بافت پوست میره. خب به چه حالت که شما میتونید یک انگشت بین پوست و اون پانچه فاصله قرار بدید در زیر آرک ابرو، اون قسمت رو شروع کنید به باز کردن تا اونجایی که این سوراخ وجود داره. خب بعضی دیگه از پزشکامون به حالت دیگه این کار رو باز میکنن، دو طرف موزه رو میگیرن با زاویه 90 درجه یا 75 درجه یه مقدار تا نصف اون هول رو به داخل میبرن و جهات میدن کاملا اون قسمت باز بشه، بعد کنول رو به داخل میبرن. خب به خاطر کدوم حال روش بهتره؟ روشی که شما 75 درجه وارد کنید و جهت بدی کاملا اون ناحیه باز بشه، کنول رو بخوای وارد کنی بهتره. به خاطر اینکه دیگه جا باز شده، کنول شما دیگه کج نمیشه یا هی این قسمتش حالت نوسانی پیدا نمیکنه بخواد به سختی وارد بشه. مراجعه کنندم در زیر دست شما ریلکس تره. زمانی که شما میخواید این پانچ کنید به این نحو نگاه کنید. اگه به متد قدیمی بخواید این قسمت رو باز کنید که خیلی پزشکان میکنن انجام میدن، اینو به یک باره وارد میکنن و شروع میکنن به وارد کردن کنولا تو این سوراخ خیلی سختی وارد میشه، ولی وقتی که شما میخواید باز میکنید این قسمت رو به این حالت، جهات مختلف زیرش رو در واقع داری باز میکنی پوست رو، این چقدر بهتر باز شد، خیلی راحت‌تر این وارد شد. بعد دیگه تست زدیم، تست آسپیره، درسته؟ تست آسپیره که انجام بدیم با خیلی راحت دیگه میتونیم لبو نزدیک کنیم. چطور بود امروز کلاستون؟ کلاس عالی بود، خیلی راحت بود. از خوزستان اومدم. خدا رو شکر. مرسی که ما رو انتخاب کردیم. ممنونتم. زنده باشی. خواهش می‌کنم.